ای ساربان آهیستران کارامی جانم می رود وان دل که با تو داشتم با دل ستانم می رود صبر و قرارم می رود. هر مشتری که نزد شادی می آید از سرودهای او حلاوت می برد. این جوان 18 ساله در یکی از کوچه های شهر دوشنبه به کواس فروشی مشغول است. بعضا جوانانی هستند که در کوچه و خیابان های شهر طوری که شما گفتید در کوچه و خیابان های شهر به آواره‌گردی و به ترتیبی و خللدار نمودن زندگی دیگران سبب می شوند و من نمی خواهم که ضرری من به دیگری رسد. برای همین من از بیکاری در همین جا نشسته به فروختن کواس مشغول می شوم. شادی معیوب گروهی دوم است. طوری او میگوید در خوردی به بیماری فلج کودکانه گرفتار شده است. از سبب که من معیوب هستم بعضا شخصانی به فهم و به اراده مرا مثل موردی مثل تنقید و دیگر چیز قرار می دهند. من از این بسیار آزرده خاطر می شوم و به آنها نصیحت می کنم که شما با یک نفر که با امر تقدیر معیوب شده است به او نخندید و آنها از من عذر می پرسند. در صحبت با ما شادی گفت که پدرش سوداگر و مادرش خانه‌نشین هستند. زندگیشان عادی است و کاری او نیز در بودجه عائله‌شان سهم می‌گذارد. من می‌خواهم با بودجه عائلویمان یک منفعت وارد کنم و یک کمک رسان پدر و مادر باشم. چطوره که بزرگان ما گفتند سنگ و گیاهی که در آن خاصیت هست از آدمی به که از او منفعت نیست. خب این پولی من نیز تکیه به همین بیت ها کرده همین بیت ها را سرمشق کار خشم میدونم. خب این پولی که از اینجا کار میکنی برای چی صرفش میکنی؟ برای چطوری که گفتم برای بودجه عائلوی و برای برای خرید تلفنی موبیلی. در حالی که همسالان شادی سرگرم بازی‌های کامپیوتری و سرودهای رپ هستند، این جوان معیوب هوادار سرودهای کلاسیکی میباشد و به زبان مادریش احترامی خاصه دارد. در خانه و در کوچه و خیابان‌ها با زبان ادبی حرف میزند. پاتریوتیسم در وجودش جا گرفته است. نسبت به زبان تاجیکی و ارزش‌های والای کشورمان یک احترامی خاصه دارم. دیروز اگر من یک مقدسات دولتم را در دست یگان کودک بینم و او را مثال خاک‌آلود کرده ایستاده باشد دیروز من آن را خریدم از دست همان بچه. او پرچم دولت را خاک‌آلود کرده ایستاده بود و من ایسی وطن دوستی من بالا گرفت و من اون پرچم را خریده به دیدگان خود مالیدم. شادی میگوید تازه کردن گرد و اطراف از پرتو شغل اساسی او به حساب می رود. تازگی گروی سلامتی است. از همین سبب من هر آنگاهی که به پرتوگاه می روم برای پرتوفتن موضوعهای سخت معیشی می روم و در قد راه ها من آن پرتوهایی که شهروندان به اهمیتی ظاهر کرده به قدای راه می پرتویند من آنها را از نزد خانه‌مان تا به پرتوگاه چیده می روم. شادی امسال مکتب میانه را ختم نمود. اکنون به امتحان‌های داخل شوی آمادگی می‌بیند. در وقت‌های خالگیش کتاب می‌خواند. من برای امتحان‌های مرکزآموزی داخل شوی تیاری دیده ایستادم. پگاه من امتحان دارم. برای همین من پیشکی از امتحان‌ها تیاری دیده ایستادم.
شودی میگوید ارزوی یگانه‌اش هنرمند خلقی تاجیکستان شدن است. برای این سرپرستی میخواهد که او را دستگیری کند. برآمد در صحنه‌های کلان کنسرتی معرفی صنعتی تاجیک به جهانیان از معنی‌هایی هستند که هر روز شودی درباره‌شان فکر میکند. اما در حال حاضر در میز نزد دکانش نشسته سرودهای هنرمند زنده ظفر ناظم را زمزمه میکند. باز آمدم به کوی توی قبله امید، ای مادره که ساعت جانم صلای تو. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادره که جان و دلی من فدای تو.